سلام دوستان، با کانال بحرالعلوم خوش آمدید. در زبان ترکی دوام خواهیم داد. موضوع امروزه ما گفتن کلمه با، یعنی به خانه، به مکتب. کلمه با در زبان ترکی همچون پسوند می آید. پسوند با در زبان ترکی قاعده‌اش چنین می باشد: اگر صدایی که آخر کلمه ا او باشد، پسوندمان ا یا اینکه ی می شود. و اگر صدایی که آخر کلمه ای او شود، پسوند ما ا یا د ی می شود. وقتی آخر کلمه ما با حرفی صداناک تمام شود، در آن حالت ی کمکی می آید. مثلا مثال ها رو بینیم. okul یعنی مکتب، با مکتب گفتنی باشیم okula. ev یعنی خانه، با خانه گفتنی باشیم eve. park یعنی پارک، با پارک گفتنی باشیم parka. ders یعنی درس، با درس گفتنی باشیم derse. oda یعنی حجره، اگر به حجره گفتنی باشیم odaya. در اینجا به خاطر اینکه کلمه oda با حرفی صداناک تمام شده است، حرفی کمکی ی آمده است. فاره موش، با موش گفتنی باشیم فاره. در اینجا نیز حرفی کمکی ی آمده شده است. رحمت برای وقتتان. لایک مونید، ابونه شوید، زنگوله را زیر کنید و سلامت باشید.